روایت ما حکایت ایستادگی یک شرکت دانش بنیان در یک جنگ واقعی. من محمد معین، بنیانگذار گروه پارسیون تکنولوژی، تولید کننده دستگاه‌های آزمایشگاهی صنعت نفت در ایران هستم. ما یک واحد تولیدی دانش بنیان در پارک علم و فناوری البرز هستیم و تمام تولیدات، طراحی و ارائه کارمون رو در همین پارک علم و فناوری انجام میدیم. قصه ما قصه تاب‌آوری در دل بحرانه. روایت ما حکایت ایستادگی یک شرکت دانش بنیان در یک جنگ واقعیه. وقوع جنگ باعث شد که فشار زیادی به شرکت‌ها بیاد، خصوصا شرکت‌های تولیدی، و ما هم به عنوان یک شرکت تولید کننده خاص در صنعت نفت با چالش‌های زیادی مواجه شدیم. چالش‌های منابع مالی، چالش‌های توقف فروش، چالش‌های توقف لوجستیک و مشکلات تأمین، اینها فشار زیادی رو به ما آوردن. یکی از مهمترین معضلاتی که تو دوران جنگ به وجود اومد مشکل تعدیل نیروها یا تعطیل واحدهای صنعتی هستش که باعث شد تعداد زیادی از مهندسان و متخصصان تو صنایع مختلف از کارشون بیکار بشن. ما نهایت سعیمون رو کردیم که این اتفاق نیفته و ما در تمام طول مدت جنگ نه تنها تعدیل نیرو نداشتیم، تعطیلی نداشتیم، بلکه جذب نیروی جدید هم داشتیم و باعث بشه که در دوران پس از جنگ و موقعی که آرامش برقرار میشه بتونیم با نهایت قدرت کارمون رو ادامه بدیم. و اینو میتونم بگم که به هر حال هیچ بحرانی ماندگار نیست و من تصورم این هستش که باید بجنگیم، حالا در جبهه صنعت و تولید، تا زمانی که به آرامش میرسیم جزو شرکت‌های برتری باشیم که با حفظ نیروهای متخصصمون بتونیم با آخرین قدرت تولیدمون رو ادامه بدیم.